تصور کنید وقتی الله تعالی برای ما و شما با این قدر عظمت و بزرگیش میگوید تمنا کن، چیزی میخوای برایت میدهم. اکنون تصور کنید که عبدالله رضی الله عنه چی تمنا کردن، چی آرزو کردن. این آرزو را بینه، گفتن پروردگارا میخواهم که برایم باز جانم را برگردانی و من زنده شوم و به حیات برگردم و باز در راه تو کشته شوم. سبحان الله. الله تعالی گفت من قسم یاد کردم که پس از مردن، پس از مرگ دیگر بندگانم را به زمین بر نمیگردانم. سپس الله تعالی آیات های 160 و 161 سوره آل عمران را نازل کرد. الله تعالی میگوید شما هرگز گمان نکنید که آنهایی که در راه من شهید شدند آنها مرده اند و دیگر تمام است، بلکه آنها در نزد الله تعالی زنده هستند. زنده حقیقی همانها هستند. آنها وقتی الله تعالی ناز و نعمتی که الله تعالی برای آنها میدهد، آنها چی میشوند؟ بسیار خوشحال میشوند و آرزو میکنند، تمنا میکنند که آنهایی که همراهشان در این دنیا بودند پس از خودشان آنها را میخواهند که به نزدشان بیایند.